فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگر پرسیدن که آیا در میان اهل سنت سید وجود دارد و اگر هست نسبش به چه کسی میرسه؟ در اصل سادات اهل سنت بودن، علی رضی الله تعالی عنه، حسنین و علی زین العابدین، امام محمد باقر و جعفر صادق، تمامی از اینها بزرگان اهل سنت بودن و در میان اهل سنت و جزئی از علمای برجسته زمانشان و از نسلی از اونها افرادی که به انحراف نرفتن در عموم اهل سنت هستند. بله. و از قدیم نامهایشان ثبت بود و به طور نمونه می شود که از حکمرانای قبل از دور حکومت آل سعود که در مکه مکرمه بودن، اشراف منسبشان به حسن رضی الله عنه می رسید و دیگران در یمن بود، در جاهای مختلفی وجود دارد و انساب اشرافی که هست از چندین تا از علمای قرن 3 و 4 در مجموع نسب اشراف و سادات بیان کردن که بعضی از اونها جزئی اهل سنت هست و بعضی از اونها یعنی از بلکه شاید تعداد کمتری از اونها انحراف کرده و دیدگاه 12 امامی یا که تشیع به خود گرفتن و اما جای چیزی این هست که افراد زیاد خارج از دایره سادات به اساس تقدس و یک نوع احترامی که در جامعه برای از اونها تقدیم میشد تظاهر به سید بودن کردند و در کتاب‌های انساب هم یعنی هر یک از اونها نه بیان شده که مثلا در فلان منطقه فلان مردم هست که خدا انتساب میکنن به آل بیت و به سید بودن و هیچ و اونها اصل ندارن و بلکه او شخصی که خدا به اون نسبت میتونه اصلا از او فرزنده نمانده بود یا احیانا با اون نام شخصی در تاریخ سادات یعنی آل بیت نبوده. پس یک نام افتراضی است یا که انتساب افتراضی است و این در مجموع کتاب‌های انساب و مخصوصا انساب اشراف که حتی بعضی منسوبین به مکتب تشیع نوشتن وجود داره. پس همه آن کسانی که این خدا به سید بودن نسبت میدهند یا که لقب سید به خود اختیار کردن، نه همشان سید و از اهل بیت هست، بلکه تعداد مدعین دروغین هستند و نه همه آنها بیرون از اهل بیت هستند، بلکه تعداد زیادی از اهل بیت و از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند و در مجموع اکثریت از آنها برمیگرده به نسل حسنین، حسن رضی الله تعالی عنه و حسین رضی الله تعالی عنه از فرزندان علی و فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهما.